5 تا از امن‌ترین خودروهای ایران. گزینه پنجم دنا. در این خودرو از موتورهای EF7 و EF7 توربو استفاده شده. این خودرو از روی سمن ساخته شده و چهره زیباتر و ایمنی بیشتری نسبت به سمن داره. گزینه چهارم 206. 206 در سال 2000 در فرانسه از 5 ستاره امنیتی 4 ستاره را دریافت کرد. 206 ایرانی با فرانسوی فرق داره، اما هنوزم یکی از ایمن‌ترین ماشین‌های ایرانه. گزینه سوم شاهین. سدان جمع و جوریه که از رو پلتفرم SPS سایپا ساخته شده. موتور شاهین همون موتوریه که داخل کویک و ساینا استفاده میشه. منتها این موتور یه توربو شارژ داره که میتونه قدرتش رو به 110 اسب بخار برسونه. گزینه دوم L90. یکی از کم استهلاک‌ترین و ایمن‌ترین خودروهای بازار ایران. اشخاصی که از L90 استفاده میکنن رنگ تعمیرگاه رو نمیبینن. L90 هم از یک موتور 4 سیلندر 1600 سی سی 105 اسب بخاری استفاده میکنه. و در جایگاه اول تارا، جدیدترین محصول ایران خودرو که از